سلام، بیننده افغانستان اینترنشنال با من زکریا نایبی هستید. توجه کنید به خبر فوری. یک هیئت بلندپایه امریکایی به کابل سفر کرده است. وزارت خارجه طالبان روز پنجشنبه از سفر ادم بولر، نماینده ویژه رئیس جمهور امریکا در امور زندانیان، و زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین این کشور در امور افغانستان، به کابل خبر داد. این وزارت گفته امیرخان متقی و هیئت امریکایی درباره رهایی زندانیان، روابط دوجانبه و ارائه خدمات کنسولی به افغانها در امریکا گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، متقی این دیدار را گام مثبت در راستای بهبود روابط دانسته و تاکید کرده که اداره طالبان در چارچوب سیاست خارجی متوازن خود خواهان روابط مثبت با تمامی طرف هاست. وزارت خارجه طالبان به نقل از ادم بولر، نماینده ویژه رئیس جمهور امریکا در امور زندانیان، نوشته که وی پیشرفت در مذاکرات مربوط به زندانیان را یک گام مهم در راستای اعتمادسازی میان دو طرف دانسته است. اعلامیه وزارت خارجه طالبان همچنان گفته که آقای بولر از اقدامات طالبان در مبارزه با مواد مخدر و تأمین امنیت در کشور تقدیر کرده است و گفته طالبان رئیس هیئت امریکایی بر ادامه گفتگوها میان طالبان و امریکا تاکید کرده و گفته است که تقویت روابط از طریق مذاکرات اهمیت زیادی دارد. همراه میشیم با جمشید یما امیری، روزنامه‌نگار از آلمان. آقای امیری، میشه در مورد سفر هیئت امریکایی به کابل برای ما بیشتر بگوین که جزئیات تازه شما چی دارین؟ سلام بر شما و بر بینندگان محترم. خب، یک رویداد بسیار مهم در روابط ایالات متحده با طالبان است. نخستین بار است که یک هیئت امریکایی به کابل سفر میکنه در 3.5 سال حاکمیت طالبان بر افغانستان. در گذشته هیئت‌های طالبان و امریکا در دوحه دیدار میکردند و این اولین بار است که زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین